اشته کنم. این باجی من راست میگم که دختر خوب بده به بچه من بده. و خیرم سعی کن ندادم به بچه ها. 6 سال میشه دخترم نامزاد دار. انال مردم نمیشن که بیام عروسی دختر بده. من اشته کن خود از اینا. این مردم هم اکثر تنه میده اشته کن به خود از اینا. چی روز خاک سیاه و ساخت کنم از دست از اینا. کجکی بله بابا میگم بیا تو بشه میری بگیر بابا جان کار داشتیم. میگم من خودمی دومات خود چکار کنم. اینه 6 سال میشه که تو نامزاد داری. خب میگی من چیکار کنم بابا؟ تمام مردم هم سرطانه میده. خب یک راست میگی. من باور کن دختر خاله من امروز به عروسی امی دختر خاله خورد خاک رفته بودم. اونم به من میگفتم من عروسی از این که شده هر کدوم 1 سال 5 ماه 6 ماه دختر خاله من عروس شدم برفتم. من 6 ساله دیگه. خب یعنی من چکار کنم؟ چی رقم کنم؟ نمیفهمم. پیشکش شما که بده بدم. خب پیشکش که من میگم بدم. عروسی خور ندارم. یعنی من چکار کنم؟ خب یک راهی بسنجه فکر میگم چی میفهمم؟ یعنی ایتو برورا مرد داره که 50,000 برن به قرض بدم که بعد از 1 سال یا بعد از 6 ماه پولم بدم. نمیفهمم دیگه. مگر خود اینا گپ زنه. سکنم برار چی میفهمم؟ یعنی میگم اینو با این تو برور مرد داره که به 50,000 بدم بعد از 6 ماه یا 1 سال پولم پس بدم. حالا من خودتو مسئولیت میکنم دختر. خب به نظر من خب میفهمم که پیشکش شما کنه بدادم به هر عبرتی به هر گندگی باشد که پولا شما که بدادم خلاص کردم. خب همین مصرف عروسی خور کنه دارم. خب این مگر خود برورای گپ زنیم که کار بکنم دیگه. من به خدا رنج میبرم. 6 سال شده آخر از کی آخر؟ نه پیشکش که دادن چی رقم دادن؟ ان خاله واره 5,000 10,000 15,000 می رقم دادن که ورکنی دستام دینیم کیسامه. خب بالاخره به رقم کشد که دادم دیگه. نموند که بسر نه. خب فعلا مصرف خور ندارم. مصرف عروسی خور که مگر گپ زنیم دیگه. خب باشه من برای زنگ زنم. اگه تمود بچه خاله آمده بود خسرونی آمده بود. اگه بلی از او که میدادم اول وقت عروسی میکردم. اون روز باور کن تو خاله به من میگه کانی اگه تو مثلا بچه من بیستونی به وقت عروسی میکردم. خود تو که اینجا رضایت نداشتی. خب رضایت که نداشتم. خب یعنی خاله به من که به من تنه میده. تو 6 سال میشن شیشته بکنی پیار. باشه یک زنگ برای نبزنم. رمضان لالا شنی تیاری خوبی جانجوره شکر فامیل خوبم گیله گشتنه شکر میگم اگر میتونه وقت که هر ساعت که فارغ شدن یک چرخ تا اون سرامو بیا خیلی خیریتم اوی تو بیا کار دارم خیر نمازدگر بیا اگه حال فارغ نیم نمازدگر بیا خداحافظ خداحافظ. بله شما کیه؟ رمضانه واشو برقا خلبان میام. سلام گذاشته خیلی بفرمایید کسی نیه یا الله ای فوق ما برقا خاطر ضعیف باشه و نمیکنه داره برقا مدام میده ضعیفه کی برقا قوی بود چلو شو یا الله سلام زن باشتنیم یارم بخیر سلامت انتیار خوشحالم بخیر زنده باشید کجا هم ماما؟ به خونه هم بفرمایید. اشترین دیگه شکر شما خوبین؟ شکر زنده خیریت بود ماما میگم شما با خونه خوبی غم شیشته این آیا فکر میکنین؟ از چی سال؟ آخه 6 سال میشه دخترم به این خونه تمام همین قمصه های من تنه میده که تو 6 سال میشه دختر خونه دادار که نه رستی نکردی. خدا چکار کنین ماما دیگه خود شما شرایطا رو میفهمین وضع زندگی رو میفهمین که میتونه یک جوانی که نامزاد داره و صد جنجال تا عروسی خود بکنه
خب نیه دیگه چیکار کنیم ما هم دل مامایی که آخه باجی من بچه خونم دادر که مدت 6 ماه سو عروسی بچه خود کرد چون که خان دارم بگه کم دختر خود و بچه بده من گفتم دخترم رضایت نداره. من نیتونه ماما خوب هر کس رنگ نمیشه بعضا دارم بعضا ندارم دیگه چیکار کنیم ما هم دل ما نمایه مادر ما مریضه خوش دارن که این برار ما عروسی خود بکنه بیایه با اون خونه و زندگی خوب نیه پول چیکار کنیم دیگه دل ما مایه با ما تانه نمیدم به شما یک تانه میدم یعنی هیچ کس به شما جامعه 50,000 به قرض نمیده 50-60,000 باور کنیم ما خسور بیراه و خسور خو اینا هم زنگ زدم بگفتم اونا هم میگم نداریم و نیه چیکار کنیم میگن زمستون و خود ما بیکار تاشون به خونه خوشیشته چیکار کنیم یک راه و چاره شما با دست ما بده ما خود نمیفهمیم من که خود دختر خو مسئولیت کردم خب حالا که من به شما زنگ زدم که بیایم به این واسطه زنگ زدم من فقط هم 50,000 پول به شما میدم به قرض عروسی برا خوب بکنم تا تالار کلون هم نگیریم مصرفا خورم خیلی دبل نگیریم نه بفهمیدی؟ بابا ما نداریم که تالار کلون و مصرف بلند بگیریم آیا میتونیم به صرف یا 6 ماه یا 1 سال بعد این پیلامر بدیم؟ پناه به خدا بلکه کار یک دهری باشه دیگه میشه حالا به 50,000 شما خوب نمیشم ما 50,000 دیگه هم جامعه قرض کنین دیگه مگر به ایران به بچه مچه اینا هم زنگ زنم هر کدومی بگم بلکه پیدا شد دیگه پیدا میکنیم پناه به خدا دیگه یا میکنم 50,000 تیار میکنم به شما میدم خوبه خیر بینیم خدا هم شما خیر بده ما هم باور کنیم مردم گیلک میاد پیش مادر میگه نه انا مادر چه مردم به من تانه میدن که تو چند سال نمزاد داری انا چی بگم مادر من به من میگم نیه نه خواهنه میبینی که ما مال باور میکنیم گفتن خوب نی حال ما و شما خیشیم از خودیم اما حال ما بخونیم و 5,000 روپیه پول پیدا نمیشه گیری 5,000 ما واکرده نمیتونیم وقتی که نباشه چه کار کنیم حالا که هم خداوند شما خیر بده خیر بینیم اما 50,000 بدیم ما 50,000 60,000 دیگه هم پیدا میکنم به شرطی که زن برار مینا هم بگیم به میل لباس مباس که میرم میخرم خیلی ایت گرون منون اینا چی نکنم او به دست خودشون کوکو فقط شما کن دیگه کارا خود تیار کنن از من 50,000 تیار کرده هر ساعت بیایم ببریم خود خوب سه باشه شما هم دیگه کارا خودم پیش ببریم خوب باشه سه من میرم دیگه خیر بینیم میگم تشکر از چه وناره سلامت باشیم خیر بینیم جا خود مانه خوش برم اومدید خداحافظ خوش اومدید خداحافظ ببینی 50,000 با کی بدم اینا مردم هم دماد داره چه کار کنم دیگه مجبورم 50,000 ما بودم برای اینا کمک کنم بابا آه. چه کار شد آخر چی میگفتن اینا؟ هیچی دیگه آخر گفتم 50,000 میدم برای شما دیگه هم برن دیگه جمعه خود قرض میکنه هر کار میکنه بکنم دیگه آره ما کنم میتونه ما پولا رو بدیم تر شدن نگم تو بیا اینجا من با تو کار دارم من که شاخو بیلی نمیکنم این بر بیا استاده شو یا خبر خوشه به تو بودم چی خبر؟ خسور تو زنگ زد به من که بیا به سرا برفتم بالاخره کوتاهی بگیرم برو گفتک من چون شما چرا عروسی نمیکنین گفتم نداریم گفتک که من 50,000 روپیه پول به شما میدم 50,000 هم شما پیدا کنیم نمی چه عروسی گیلک بکنه که مردم هم با ما تانه میدم گفتم گیلک ما مردم میاد و نانه میگه که نه با برار ما بگن که عروسی مر بکنم من گفتم من کسی خیلی ندارم انا 50,000 مگر لالا از ایران از جامعه زنگ زدم که چاره کنم از ایوری برم خود بزنم 50,000 هم خسرت میده عروسی کو عروسی تو میگیریم من میروزاده که برار مار دیوانه کردیدم خسرو میگه وقتی میرم من میشنم صدا خسرو رو میشنم میگه مردم هم دوماد دارم من هم دوماد دارم میگه برار از هم نیه 6 سال میشه 6 سال حالا که من باشه من زنگ میزنم خود نمزاد خواهم گرد باشه زنگ زنم بخیر بی خداوند بده تو هرچی مثل بشی بده یار من تعجب کردم که خسور تو ایت کاره که ایت گفته ای دیگه وسیله به سر آمده برو
آن بوق میخوره خود تو بوکی که گفتم تو برو من گپ میزنم. خب برو جو گوشی میدی بری بر نکنی با بیاری خب الو ایستانی خیلیت جنجل اول خوبه سلامت بشی زنده بشی جور بشی تیار بشی چی گپایه زنده بشی خیلی خداوند کاکا خسور من خیر بده خیلی خیر بینه ما قرض میکنیم از این بری قرض میکنیم کجا کی سیکو نه ما به شرط کجا سیکو کجا کی به شرط که باز اینجا نگیم تالارا کتک تالا بالا رو بگیریم و انا مثلا ما چون رخت بخرین که متر 5000 روپیه باشه که ما میفهمیم خبر داریم پیشکش همه 5000 و 10000 و 2000 با پیار دادنه هم بخیر عروسی ما باشه بخیر خوشی چی میدی اونه دیگه چشمات روشن دیگه چشمات روشن خب خوبه چشم تا 2 روز 3 روز دیگه به خیر خوشی محفل آماده میکنی تیار میکنی یک تالار اکی سل سوستی میگیریم این تالارایی که به 1000 روپیه میدم اینو به کرایه میگیریم یک تالار خیلی بیترتره نه خیلی بیترتره که به قیافه ما و تو بخوره دل جمع عروسی کنین دل جمع بشین میتونیم به خود پول لوکه کنیم غلک تو تیار که غلک همه جمع میکنیم این لازم ما پولا قرض پیار تو را میدن خیر بینم پیار خواهد طرف مثلا بگو رو پیار خود یک بوسی بکن خداحافظ خیر بینی کار نداری جیگر من زنده بشی خداحافظ خیر بینه کاکا خسرو من خدای خیر بده میبینه آخر با من میگم مردم دومات داره من هم دومات دارم من میفهمینه که تنه میگه